برای همین است که من و پسرم کم کم داریم زبان مشترکمان را گم می‌کنیم، چون امیر علاقه‌ای به گفتگو ندارد و من هم شرم از حرف زدن دارم. آخر من با او از چه چیزی حرف بزنم که آن چیز اعتبار سخن را بتواند حفظ کند؟ و می شود که ملتی این همه حرف ناگفته و این همه سکوت داشته باشد. پس فقط فرزانه است که هر از گاهی دور از چشم همسرش در یک فرصت دزدانه سر می‌رسد و سعی می‌کند با لحن و روحیه عامیانه خود امیر را به حرف بیاورد، چون فقط او و همسال او می‌توانند مصیبت‌های بزرگ را در کلمات کوچک جای بدهند و کمتر نگران کم و کیف آنچه می‌گویند باشند. فرزانه مثل یک زن خوب معمولی لب آخرین پله زیر زمین می نشیند، بچه کوچکش را روی زانوها می گیرد و در حالی که آن دوتای دیگر از سر کولش بالا می روند اشک می ریزد و با امیر حرف می زند. و من اگر حواسم را جمع کنم می توانم بشنوم که می گوید از قصه دارم غمباد می گیرم داداش جان، اقلا به من رحم کن. من دیگر نمیتوانم ببینم که تو یکی هم داری جلوی چشمم آب میشوی. هر کدامتان یک جور از دست ما رفتی. محمد تقی که اونجور، مسعود هم که هیچ خط و خبری ازش نیست و کم کم دارم ناامید میشم. و خواهر من پروانه خواهرکم امیر جان، هیچ چیز معلوم نیست به جز مرگ. مرگی که دیگر دارد بی آبرو می شود که حرمتش شکسته. وقتی خیال آن روزی به سرم می افتد که لابد جنازه مسعود یا پلاکی از او می آورند، هر وقت به خیالش می افتم از اینکه نمیتوانم، از اینکه نمیدانم چه کاری باید بکنم خنده‌ام میگیرد. هر وقت به فکر روزی میافتم که جنازه محمد تقی را آورده بودن، از اینکه نمیدانستم چه کاری باید میکردم گریه‌ام میگیرد. مرگ شد برادرهایم، ببین چه پیش آمده، ببین چه اتفاقی افتاده که من میتوانم اینجور آشکارا، اینجور بی‌حیا و بی‌حیا از مرگ حرف بزنم. خواهرمان چه میشود امیر؟ خواهرکمان شهر پر است از تابوت‌هایی دارن راه میروند خیابان‌ها. من را از این پریشانی در بیاور برادر جان. امیر من میبینمت که تو داری کاسته و کاهیده میشوی و این درد دارد مرا نابود میکند. داداش جانم اقلا یک کلمه امیر. نه، نمیتوانم باور کنم که پسر من امیر عقلش را از دست داده باشد. نه، نباید. مگر آن خوابهای پریشان، آن کابوس‌ها. گمان کلونل چندان بیراه نبود، چون هیچ رفتار عجیب و غریبی از امیر مشاهده نکرده بود. حتی بعد از اون خوابهای پریشان و از سر گذرانیدن کابوس هم آرام لب تخت می نشست و عرق روی پیشانی و پلکایش را با دستمال کهنه‌ای که داشت پاک می کرد و سیگار می کشید. حتی شنیده بودم که امیر با خود می گوید تاب می آورم، کوشش می کنم تاب بیاورم اگر این کابوس
طاووس‌ها مجال بدن. و شنیده بود، از زبان خود امیر شنیده بود که عقلم هنوز به جاست، قول میدهم که عقلم هنوز به جاست. و کلونل باور داشت که پسرش هنوز هم میتواند خوب فکر کند و باور داشت که سعی دارد بردبار باشد. امیر حتی از کار ساختن تندیس امیر نظام دست نکشیده بود و کلونل شبه آن تندیس را از پشت جام غبار گرفته پنجره زیرزمینی دیده بود. پس چطور میتوانست از او ناامید بشود؟ فقط امیر نظام را اولین بار خودم رو شناساندم و گفتم که او همیشه باید همچون مظهر و نمونه روح این ملت در چشم روح ما باشد. نباید این کار رو میکردم؟ چرا نباید؟ ما بعضی لحظه ها از بابت این که مردان آزاده و میهن پرست مملکتم را به فرزندانم شناساندم احساس شرم و سرشکستگی میکنم. و لحظاتی پیش میآید که احساس میکنم با این کارم به آنها خیانت کردم. خوب است که این لحظات خیلی زود میگذرند و مجال این را پیدا نمیکنم که در ذهنم به صورت یک اصل مسلم جا بیفتم. علتش هم این است که پیش خودم استدلال میکنم که من وظیفه پدری خودم را در حق فرزندانم انجام دادم. حتی گاهی از این هم جلوتر میروم و دچار فخر و غرور میشوم وقتی میبینم که جریان ترقیخواه این 100 ساله تاریخ را به آنها شناسانیدم. اگر چون این کاری نمیکردم چه باید میکردم؟ یک ملت مگر به چه چیز خود زنده است؟ ذهن جوان به اندیشیدن و به موضوع اندیشه احتیاج دارد و من در مقام یک پدر حق نداشتم که در مقابل این احتیاج معقول بی تفاوت بمانم. بارها کلونل از پس دیوار دریچه زیرزمینی خانه از زبان پسرش شنیده بود. بارها وقتی که امیر مینالید و سرش را در منقاش دستهایش میفشرد، او میدانست که امیر بعد هر کابوس تب میکند و میدانست که نمیتواند جواب خودش را بدهد و نمیتواند هم که جواب خود را از زندگانی بگیرد و حدس میزد که پسرش با آن گره کور میرسید که دیگر دلش نمیخواست فکر کند. البته در نظر کلونل این اصلا بدان معنا نبود که امیر نمیتواند فکر بکند، چون یقین داشت که عقلش به جاست و یقین داشت فرزانه در اشتباه است اگر خیال کند که امیر عقل خود را گم کرده است و عقیده داشت که فرزانه نباید زیاد سر به سر امیر بگذارد. به خصوص عقیده داشت که فرزانه نباید حرف برادر و خواهرشان را جلو امیر پیش بکشد و او را بیش از پیش دچار و کلافه کند. چون اطمینان داشت رسی هم گمان میکرد اطمینان دارد که امیر به جز لحظه های گذرا، لحظه های کو را غافلگیر میکنند، درباره برادرها و خواهرش پروانه فکر نمی کند. شاید از این بابت که جرأت تفکر درباره فاجعه را از دست داده و فجیع‌تر آن که دچار شک شده است، دچار خوره شک. و کلونل میتوانست این را بفهمد که وقتی انسان در خلأ ناتوانی نسبتاً مطلق قرار میگیرد، دلیلی ندارد که ذلیل شک و یأس نشود. چون در چنین حالاتی این تنها میدانی که او میتواند در آن بچرخد، این تنها میدانی است که او میتواند در آن بچرخد و چندان بچرخد که در گیجی خود ببرد. خودم برای خودم حکم یک سؤال را پیدا کردم.
سوالی که انگار به جز مرگ جوابی ندارد. من نه فقط به قومیت و ملیت خودم بلکه نسبت به آدمیت خودم هم دچار شک شدم. من کی هستم؟ چی هستم؟ و کجایی هستم؟ این حرفها را کلونل باید از زبان امیر شنیده بوده باشد که بسا اینجور گمان کرده بود. آخر همه حرفها که نباید به زبان بیایند. مگر نمیشد که کلونل این حرفهای پسرش امیر را در چهره دخترش فرزانه خوانده باشد؟ چرا؟ فرزانه لب به دندان می‌گزید و آرام می‌گریست. او تکیده شده بود، اما هنوز هم میتوانست کلونل را به یاد مادر بیندازد. موهای روشن مایل به خرمایی، مردمک‌های روشن مایل به سبز، پیشانی آراسته، لبان به قواره با چانه‌ای ظریف و دنیایی پریشانی و ناکامی در چهره و در نگاه که یک سر انگار بازتاب زبان حال امیر و یکایک دیگر کسان خانواده بود. تو تباه شده ای خواهرم، تو تباه شده ای و من امیر ایمانم